سلام دوستان، وقت شما بخیر. خب، چه نشانه ها و حرکت هایی روی بدن یک زن مشاهده میشه که نشان میده او میخواهد با شما رابطه داشته باشه؟ این حرکت یا نشانه هایی که قرار است در مورد آنها صحبت کنم، در واقع 3 مورد هستند. قبل از اینکه به جزئیات بپردازم، یه نکته بسیار مهمی هست. این حرکت باید خودجوش باشن و ارادی و ساختگی انجام نشن، به خصوص تو این دوره که بوتاکس، فیلر و جراحی‌های زیبایی و موارد دیگر بسیار گسترده شده‌اند. پس ابتدا مطمئن شوید که آن زن هیچ عملی زیبایی انجام نداده. البته نشانه‌ها و راه‌هایی هم هست که میشه فهمید زیبایی یک زن و حرکاتش طبیعیه یا نه. اگه تمایل داشتید در کامنت ها برام بنویسید که در این مورد هم یه ویدیو برای شما عزیزان ارائه کنم. خب، در مورد 3 نشانه مورد بحث ما در این ویدیو، نشانه اول خم شدن به سمت شماست. به طور طبیعی و ناخواسته، نشانه این حرکت خم شدن به سمت شما. تمایل به ارتباط بیشتر و در آینده ایجاد یک رابطه نزدیک با شماست. خلاصه اگر در حین ارتباط با زنی متوجه شوید که اون زن در هنگام صحبت یا نشستن و برخاستن حتی برای چند ثانیه به سمت شما خم بشه، از نشانه‌های مهمیه که نشون میده اون زن خواهان شماست. نکته کلیدی این است که خودجوش و غیر ارادی باشه. خم شدن به جلو به شما حس ارتباط می دهد. ما معمولاً وقتی خم می شویم، فضای بدن خود را به خصوص زنان به طرف مقابل می دهیم. ما به آنها بخشی از فضای بدن خود را ارائه می کنیم، به این معنی که علاقه‌مند به اون هستیم. ما به طور طبیعی به سمت امنیت کشیده می شویم، نه دفاع. ولی وقتی به عقب تکیه می دهیم، سعی در ایجاد فاصله و نفی هر گونه ارتباطی رو القا می کنیم. وقتی هم به طور معمولی می ایستیم، به این معنی است که این شخص برای ما خنثیست، نه تنفر، نه عشق. اما وقتی کمی فضا یا فاصله با کسی نزدیک کنیم، نشانه توجه و علاقه ما به اون فرد هست. تحسین خود را نشان می دهیم و خواهان رابطه هستیم. نشانه دیگر لمس کردن موها هست، یا اگر او حجاب دارد ممکن است متوجه شوید که شال یا روسری را به صورت تکراری تنظیم می کند. این نشانه به چه معناست؟ باید بگم که یه فرقی بین یک عادت و یک حرکت خودجوش لا ارادی هست. اگه یه عادت همیشگی باشه، نشان دهنده کمبود اعتماد به نفس است. اما وقتی او یک بار این کار را به طور خودجوش انجام می دهد و در سایر موقعیت‌ها نیست، به این معنی است که می خواهد شما را جذب کند. در حالتی که حس کنید تا حدودی دست پاچه شده است، به خصوص اگر این حرکت با کمی سرخ شدن صورت همراه باشد. اگر هر دو وجود داشته باشد، نشانه این است که او به شما جذب شده و می‌خواهد ارتباط برقرار کند. رابطه با شما لزوماً به معنای رفتن مستقیم به رابطه نزدیک نیست. نه، این رابطه به معنای یک رابطه عاشقانه، متعهدانه و جدی است. حرکت سوم، جمع کردن لب هاست. به این معنی است که در 1 ثانیه یا حداکثر 30 ثانیه احساس می کنید که گاهی اوقات در هنگام صحبت اون لبهایش را به شکل قنچه یا حتی گاز کوچک جمع می کند، یا بدون قصد چشمک می زند یا چشماش ناخودآگاه برق بزنه. همه از نشانه های علاقه اون زن به شماست. این اگه اون زن واقعاً سابقاً احساسات و جذابیت واقعی نسبی داشته باشه، متوجه می شد که در یک لحظه ممکن است لبهایش را به شکلی جذاب جمع کنه.
در آخر تأکید می کنم که اگه طرف مقابل شما عمل زیبایی از قبیل بوتاکس و فیلر و غیره انجام داده باشه، خیلی مشکله که بتونید از روی زبان بدن اون متوجه علاقه و احساسات اون بشید. خوب، این هم از 3 تا نشانه که عموماً نشون میده یه زن خواهان رابطه با شماست. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. تا ویدیوی جذاب دیگر، بدرود.